ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتاری سیوم. فردوسی عریضه شکایت را با غضب بر روی نمد پرتافت. اهانتی محض، هذیان، سفسطه جاهلانه. شوریده گفت او: آیا شما حضرت به این سفسطه ها باور کردید؟ آهنگ گفتاری او به شیخ درشت و حتی بی حرمتی نمود، ولی او که تندی، غضب و ستیز را به روحانیت خود ناروا می دانست و به پیروانش نیز حلم و بردباری را تعلیم می داد، حسیات خود را ظاهر نکرده با ملایمت گفت: بنده به امام گفتم که به اثبات دعوایشان دلیل بیاورند، زیرا خودم مع تأسف داستانهای شما را نخواندم، از معنی و مضمون آنها بیخبرم. شاعر از قیافه شیخ به ناخشنودی نهانی او پی برده هرچی آرامتر گفت: مرا معذور دارید، من اصلا شوریده طبعم، آوازم درشت، سخنانم از غیر اختیار خودم تند برمی آیند. خوب من می خواستم بدانم که حضرت درباره شکایت عبدالنبی چه کاری پیش می گیرند. امام تا دلیل و برهان نیارند ما به شکایتشان اعتبار نخواهیم کرد، گفت شیخ. ایشان چی دلیل و برهانی آورده می توانند؟ البته از داستانها یک چند بیت را می گیرند و به دلخواهی خودشان معنی داد کرده پیش شما می آورند. هرگاه که کینه راهبری عقل شد، حاصلش بجوز دسیسه و اهانت نخواهد بود. آخوند چی کسی هستند و چی رفتارهایی با مردم می کنند؟ شما حضرت این را از باشندگان شاداب بپرسید. هر آینه آخوند از جمله علمایند، امام و خطیب جماعتند. ما را از شنیدن ملاحظه ایشان چاره نیست. ما دلیل و برهان طلب کردیم. البته خود می دانند که هر دعوا را دلایلی ساتی می باید، وگرنه دعوا بی عاقبت خواهد بود. ایشان هر دلیلی که آورند البته خودشان آن را ساتی و قاطی خواهند دانست، ولی در حقیقت همین طور است یا نه؟ امیدوارم که این را حضرت هم خالصانه مطالعه خواهند کرد. مگر شما شک دارید که بنده خالصانه مطالعه خواهم کرد؟ عرض کردم که امیدوارم. اصلا نظر به آنچه معلومم شده است، عده‌ای از علما و فضلای شهر نظم کردن شما قصص زمان جاهلیه را نمی پسندند. میگویند آن قصص نه به استقرار دین است. شما خود نه فقط شاعر بلکه عالم و زاهد هم هستید.
مسلمانان از شما اشعار و داستانهایی چشم دارند که بر قوت اسلام افزایند. از قصص و روایات جاهلیه چی سود؟ سود شناختن نیاگان، روزگاری ایشان، آیین‌های ایشان، دانستن حکمت‌های ایشان است. این سودی کم نیست حضرت. فردوسی گفتگو را تمام شده حساب کرده برخاست و با تعظیمی احترام کارانه شیخ را خیرباد گفت. در بازگشت وی در راه به خود می گفت که شیخ ابوالقاسم مردی عاقل است. وی صاحب اندیشه تر از آن است که به اغوای جاهلی همچون عبدالنبی اعتبار کند. حالان که شیخ به شاعر نه همه گپ را گفته بود. آری، وی حقیقتاً از امام شادابی دلیل و حجت طلب کرده بود، اما چگونه و با چی مقصد طلب کرده بود این را وی به فردوسی نگفت. این حالی حاضر راز پنهانی او بود. راز این که بعد از رسیدن شکایتنامه عبدالنبی، شیخ در وقتی به زیارتش آمدن حاکمی توس عبدالقادر میهران با وی در این باره مصاحبه کرده گفته بود: بنده جناب عالی را آگاهی داده بودم که در شهر و در اطراف و اکناف قرمطیان و اسماعیلیان در خفیه انجمنها ساخته تعلیماتی سراسر کفر و بدعتشان را شایع می کنند. شیخ 2-3 نفر را که گمان کرده بود قرمطی و اسماعیلی می باشند نامبر کرد. نظر به خبری که سخنش را دوام داد شیخ، از یک مسلمانی پاک دین که خود امام جماعت است رسید: شاعر ابوالقاسم فردوسی ظاهراً به مذهب آنها تمایل دارد. او قصه های گبران و مجوسان نگاشته به شیوه فلاسفه ایشان را می ستاید. بنده چون این را شنیدم گفته بودم که ابوالقاسم مردی زاهد و از علمای دین بود. اکنون از سیرت خود برگشته ستایشگری بدبنیادان شده است که این راه او را به کفر و بدعت می برد. بعضی قصه های او اکنون در بین خاص و عام و علال خصوص طالب علمان آشکارا قرائت کرده می شود. در حق نگارنده چنین قصه ها عتاب و سیاست کردن لازم و واجب است. سرهنگ سابق عبدالقادر میهران بحث‌های راجع به کفر و بدعت را شنود سرش گرنگ می‌شد. وی این مسئله هایی به قول خودش پیچن در پیچی بی سر و بن را نمی فهمید. به وی از شمشیر و کمان و سپر و سنان گپ زنند بود. او گفت: پیرم، این به دست خودتان، کتاب به دست خودتان. آن شاعر اگر همین نوع بدعت ها می کرده باشد، پیرم هستند، علما هستند، قاضی شریعت هست، بدعت هایش را دین کرده به وی هر جزایی که شریعت فرماید دادن می توانند. پارسال با سعی همان امام شادابی و دلالت پیرم یکی را از همان قصبه آورده زندان کردیم. من هنوز از درد سری این امر خلاص نشدم. هفته نمی گذرد که عیالش، خیش و تبارش، هم قصبه هایش به دادخواهی نآیند و آزادی او را طلب نکنند. حاکم بافنده شادابی عباس را در نظر داشت که با خبرکشی عبدالنبی به خواندن رساله اسماعیلیه گنهگار
با ایمام. فاطمه جان، من به شاداب می روم، گفت فردوسی به همسرش. می خواهم آخوند را ببینم و بپرسم او در داستان زال و رودابه من چی بدعت دیده است. آیا ضرور است که با وی برخورد بکنی؟ شبهه آمیز گفت بانو. خودت می گفتی که او مردی جاهل است. از مناظره کردن با جاهل چی سود؟ من با او در حضور جماعت گفتگو می کنم تا که شادابی ها ببینند جهالتی امامشان تا کجاست. خوب اختیار داری. عیادت خاله جانم را فراموش مکن. البته اگر بر وقتتر می گفتی که بیمارند، من چند روز پیشتر به عیادتشان می رفتم. خاله فاطمه جان پیرزنی 70 ساله، شاعره و خلیفه نام برآورده‌ای بود. خواهرزاده‌اش هم در مکتب او تعلیم گرفته بود. فردوسی به وی احترامی خاصی داشت. شاعر از اندرون برآمده به سییس فرمود که اسب را زین زند. حمدالله نیسانی به او همراهی کردن خواست. وی دیروز بیگاهی فردوسی را از توس تا باش مشایعت کرده برای شبخوابی در خانه استاد مانده بود. روزی جمعه بود. نزدیک چاشگاه شاعر اسب سوار و مهمانش سواری خرکی عبدالله خدمتگار به راه افتادند. از دیه برآمده اتفاقاً به ابودلف برخوردند که از شهر به زیارت استادش می آمد. فردوسی او را نیز به شاداب رفتن تکلیف کرد. راوی با خوشنودی قبول نمود. خوب شد. بودن ابودلف عین مدعاست، می گفت شاعر به دلش. او در شاداب می تواند گواهی دهد که من کردن عبدالنبی به طالب علمان مدرسه خواندن داستان زال و رودابه را با چشم خود دیده است. به شاداب رسیده مرکبهاشان را در سابات حوری خلیفه بستند. شاعر به اندرون رفته پیرزنی بیمار را عیادت کرده برآمد. ساعت نماز جمعه رسیده بود. برآمده به مسجد روان شدند. آنجا جماعت همه به حرمت شاعر دست به پیش گرفتند. نشستگان به پا خیستند. معلوم که در همه زمانها در کشورهای به اصطلاح اسلامی خلق عادی به شاعران قریب که نسبت ولیگی و صاحب کرامتی داده آنها را عزت و اکرام می کردند. بیشترین شادابی ها بعضی داستانهای شاعر را در قرائت همدیهگیان با سوادشان شنیده بودند. عبدالنبی شاعر را دیده حیران و گوش به زنگ شد. فردوسی با وی با چهره کشاد سلام و علیک کرد و گفت به عیادت بیمار آمده بودم. اجازه دهید فریضه را در پشت شما ادا کنم.
مرحمت فرمایید. با روی خیره جواب داد امام. بعد از نماز وقتی از مسجد برآمدند، فردوسی با آوازی از مقرری بلندتر تا که جماعت هم شنود و بر حسب عادت خود یک باره و روی راست گفت: جنابی آخوند، شنیدم شما در جامعه تابیران طلبگانی را که مشغول خواندن قصه زال و رودابه بوده اند تنبیه داده از خواندن آن قصه منع کرده اید. نمازخوانها که حرکتی پراکنده شدن داشتند این گپ را شنیده باز ایستادند. گپ واقعا نو و غلطی بود. عبدالنبی چشم از چشم فردوسی کنده سوی ابودلف تیغی نگاه کشید. امکانی این کار نیست، شاهی حاضر است. امام مردی میانسالی نهایت قد درازی بود. قد فردوسی بزور تا نوگی ریشی او می رسید. آن قدی دراز با آن ریشی دراز توخی مزار را می ماند. شاعری که دو بیتی زیرین را گفته است شاید به همین گونه مردی قد درازی مراجعت کرده گفته باشد: ای خواجه درازیت رسیده است بجایی، که از اهل سماوات به گوشی تو رسد صوت. گر عمری تو چون قدی تو بودی به درازی، تو زنده بیماندی و بیمردی ملک الموت. عبدالنبی با لحنی استغناآمیز جواب داد: بله، تنبیه کردم. به هر حال صحن جامع جای قرائتی قصه های آتش پرستان نیست. هم مسلمانان آنگونه قصه ها را نخوانند بهتر. فردوسی سؤالی دیگر داد: همچنین شما بنده را به مجوس پرستی گناهکار کرده به شیخ بزرگوار شکایت برده اید. جواب سؤال چنین بود: هر یک مسلمانی صادق را در حفظ ایمان خیش و دین مبین اسلام و شریعت آن کوشا بودن هم فرض و هم سنت است. آخوندی کرامی، بیایید بنشینیم و یک کمی در این باب صحبت بکنیم، پیشنهاد کرد شاعر، تا درستی دعوای شما به این مسلمانان آشکار بشود و اگر در نگارشات بنده خطایی رفته باشد، بنده به شرافت شما از آن خطا آگاه بشوم و اصلاحش بکنم. مردمان با هوس شنیدن مناظره شوق‌آور زود در چمن صحن مسجد دوره گرفته نشستند. فردوسی هم نشست. اکنون عبدالنبی را هم از نشستن چاره نبود. میخواستم بدانم شما در نگارشات بنده چی چیزی خلاف شرع و دین مشاهده کردید؟ سری صحبت را باز کرد شاعر. عبدالنبی به شرح ایرادهای خود شروع کرد. گفتار او پر از عباره‌های مغلق عربی و ترکیبات مجمل لفظی بود. امام فضل فروشی می کرد تا مردمان بینند و دانند که وی عالم است. آنچه در مصنفات شما به مشاهده رسید اولا تمدیح و تمجید مجوسیه و گبریه بود و این در ضمیر بنده که مسلمانی صادق هستم موجب استیجاب و اعتراضات گردید. صدای از غیب به سمع بنده می رسید و آن شاید صدای فرشته بود که می گفت: هان مسلمان، با خبر باش که مطالعه و سیمای این قبیل مصنفات و این نوع قصص موجب
اختلال ایمانی تو می شود. شاعری کرامی مجوسان بدکیش را تمدیح کرده ایشان را صاحب دل و صاحب فضل و صاحب کمال خوانده و به بعضی حتی عقل و هوش موبدان را نسبت دادند. در اینجا به میان سخن امام دویده ابودلف از جا برخاست. معذرت می خواهم گفت. جناب آخوند البته محراب کابوری را در نظر دارند. این مصرع ها درباره اوست. گوینده از یاد خواند. به بالا به کرداری آزاد سرو، برخ چون بهار و برفتن تذرو. دلی بخردان داشت مغزی ردان، دو کتفی یلان و هوشی موبدان. به چهر و به بالای او مرد نیست، کسش گویی عمر را هماورد نیست. و در آخر مذهبش را نمی گویم، ولی خودش هم به اندام هم به هوش و خرد و خلق و اطوار انسانی کاملی بوده است. پس گناه شاعر چیست؟ گویان راوی به جایش نشست. خوب، آیا جایز است که یک نفر مسلمان به آن بددینی ضحاک نژاد چنین مدح و ثنا بخواند؟ سوی ابودلف گردن یازاند امام و خود جواب داد: نه، جایز نیست، جایز نیست. تکرار کرد او. و باز یکی از نسوانی ضحاک نژاد را شاعری کرامی آنچنان وصف کرده اند که بیشک موجب فساد اخلاقی قاری و سامع نشودن نمی تواند. و هم در اینجا ناگاه از بین جماعت آوازی مرغوله‌داری بلند شد. قاری و سامع و هم بعضی آخوندها. صاحب آواز حمدالله نیسانی بود. امام از سخن باز ماند. با حیرت و غضب طرفی گوینده نگریست. او را نشناخت. به معنی این مردک کیست؟ آدمی شماست؟ به فردوسی رو آورد. شاعر با چهره خیره و ابروانی گریه بسته به زمین نگاه کرده خاموش می ایستاد. او گپرانی نیسانی را خوش نکرد. در جماعت شادابی ها با اشاره به طرف نیسانی به همدیگر گوشکی می کردند که این کیست؟ او به جماعت ناشناس بود، بیگانه بود. فقط یک تا نیمتاها که به قاضی کار افتاده شده او را در قاضی خانه تابیران دیده بودند می گفتند خدمتگاری قاضی خانه یا که فراشی قاضی خانه. ابودلف این بار شاید خجالت و ناگواری به میان آمده را رفع کردن خواسته باشد که باز به پا خیسته سوی امام: باز معذرت می خواهم گفت. یکی از نسوان ضحاک نژاد، یعنی منظوری جناب آخوند، البته رودابه دختری محرابی کابوری است. اجازه فرمایند من وصف آن دختر را که استاد در شاهنامه آوردند بخوانم. و از یاد خواند. ابودلف باز به پا برخاست. ز سر تا به پایش به کرداری آج، برخ چون بهار و به بالا چو ساج. بران سفت و سیمین دو مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پای بند. رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناروان.
دو چشمش بسانی دو نرگس به باغ، میژه تیرگی برده از پری زاغ. اگر ماه جویی همه روی اوست، وگر مشک بویی همه بوی اوست. سری زلفی جعدش چو مشکین زیری، فکنده است گویی گری بر گری. دهن گوشت برسان سیمین قلم، برو کرده از غالیه صد رقم. بهشتیست سر تا سر آراسته، پر آرایش و رامیش و خواسته. شنوندگان هر دم به به گویان سر می جنبانیدند. از شعری رنگین و سخنی نمکینی شاعر حلاوت می بردند. شما گفتار سیوم را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نفسلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.